آخرین نکته ای است که با الله توسط دعا ارتباط محکم می شود. هر قدر که از الله بخوای خدا خوش می شود. هر قدر که از الله خوش بخوای. از این خاطر رسول ما صلی الله علیه و سلم می فرماید که الدعاء هو العباده. ثم تلا رسول الله صلی الله علیه و سلم وقال ربكم ادعوني استجب لكم. دعا عبادت است. یک حدیث ضعیف میگه که الدعاء مخ العباده، مغز عبادت است. وقال ربكم، باز رسول علیه السلام آیات را تلاوت میکنه. وقال ربكم، پروردگارت میگوید، یعنی هر آنچه که داری او تربیت کرده است. وقال ربكم ادعوني، از من بخواهید. ادعوني، نون وقع ضمیر متکلم مفعول به است، دلیل بر تخصیص است. ادعوني، تنها از ما بخواهید، تنها از ما بخواهید. مثلا بلتون چه خواهید؟ خدای دیو که فلانه دیو که دست ما وای. ادعوني، یوازی ما نیوغرد، تنها از ما بخواهید. ادعوني استجب لكم، قبول دعایتان را میکنم. آنانی که از من نمیخواهند جایگاه خود آتش ببینند. و اذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحان الله. دوستای عزیز، فقر ما، مرض ما، بیچارگی ما مانعی از این نشود که از خدا چیزی نخواهیم و بگن مایوس هستم نگه نمیشه. دقیق شده؟ بلکه از الله بخواهیم، از الله بخواهیم. زیرا حضرت موسی خواسته است، حضرت ایوب خواسته است، حضرت سلیمان خواسته است، حضرت یونس خواسته است، حضرت یوسف خواسته است، حضرت آدم خواسته. همه انبیا را تاریخش بخواهیم از الله متعال خواسته است، هم در مشکلات، هم در غنا، هم در فقر. همیشه از الله بخواهیم. گوش کن، نگون که خدای طرف ما نمیکنه. دقیق شده؟ از الله بخواهید، لذت عبادت را و تعلق بالله تان محکم می شود. و چیز جالب خواهد بود که یه حدیث رسول علیه السلام را در زندگیتان بیارین که پیغمبر علیه السلام می فرماید کسایی که در اخیر شب ایستاده می شود و از الله متعال چیزی را طلب می کند، رب می گوید کسی از چیزی از من بخواهد برش بتون، کسی از که بگوید گناهگار هستم ببخشمش. سبحان الله. هر قدر گناهگار هستی وش کنی، فکرت نشود که بگی خدا مرا نمیبخشه، الله میبخشه. هر قدر در مصیبت بوده باشی نگویی که خدا یه حالت تغییر نمیده، تغییرش میده. هر قدر در غنا باشی نگویی که دیگه من محتاج نیستم. نه، از رب العالمین عافیت را بخوای، از رب العالمین عافیت را بخوای، لذت عبادت را بخوای، لذت شیرینی نعمت را بخوای.